بازی ما قمار باشه، حرام باشه، ناچسنیه. ما بازی میگذرونیم، پول ما کار میکنیم، ماشینای مردم هم میپیم. ما آیا ماشین 10-15 هزار سومان 20 هزار سومان پول کار میکنیم، آیا بازی با ما نالوگ ما نمیتیم، ما مثال ایستی ما نمیتیم، ما بازی ما چس نمیگذرونیم. زتا یا مردک چند آدم صاحب ماشین میشه، صاحب خونه میشه، صاحب چی میشه، ما پول خود ما کار میکنیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در ارتباط بازی که گفتی که بر یک 100 نفر یا 200 نفر جایزه داره و بر 2800 نداره، 3000 و مردم میاد 10 تا 20 تا میخره، با بعضی میبرای با بعضی نمیبرای، یا 2000 میخره، هر قدر که میخره. دی یک قمار است، قمار است. خب قمار بدون شک قمار است. الله در قرآن صراحتاً بیان میکنه قمار حرام است. الله امتحان در سورة مائده میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای مؤمنین خبردار، یقینا خمر که از شراب، والمیسر و قمار، والانصاب و والازلام. انصاب یعنی امو درگاهی که مردم عبادت میکنن، سنگا و یاره. ازلام یعنی تیرهای قمار و هم تیرهای فالبینی قمار. رجس من عمل شیطان، رجس پلیتیس عمل شیطان است. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. الله میگه از اجتناب کنین تا این کامیاب شوین در دنیا و آخرت، از عذاب الله نجات بیافین. انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله. میگه شیطان کوشش میکنه که دشمنی و عداوت در بین شما ایجاد کنه در شراب خوردن و در قمار زدن و از ذکر الله، دین الله، عبادت الله، اطاعت الله، قرآن کتاب الله شما را مانع شود. هل انتم منتهون؟ شما من نمیشوین، یعنی من شوین. یعنی بسیار کسایی که میگیره 10 تا 20 تا با این نمیرسه، بعضی را جایزه هم نمیده. و کسی که کار کرده او هم حرام خور قمار باز است. کسایی که کار میکنه یا حرام خور قمار باز هستند. نظر به یاد کسی که قرآن قبول داره باید توبه بکنه و این قمار حرام ناروا بدن. اگر حرام ندانه کافر هم میشه. زیرا حرام از ناروا است. الله نجات بده ما شما را.